الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، دوستداران کلام الله متعال. الله رو شاکریم از اینکه یک بار دیگر این منت رو بر ما و شما بینندگان عزیز گذاشت تا در یکی دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن کریم گرد هم بیایم برای تلاوت آیات کتاب پاکش. در ابتدا جا داره که به مناسبت روز بنده از طرف خودم و به نمایندگی از شبکه جهانی وصال حق تسلیت عرض بکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز، همه آزادگان دنیا، همه کسانی که هنوز بوی از وجدان و انسانیت در وجود اونها باقی است، و همه شما اهل سنت علی الخصوص و باز هم و همه فرزندان صلاح الدین ایوبی به صورت خاص‌تر شهادت خواهر فریناز خسروانی رو، خواهری که در یک توطئه، در یک دسیسه جان خود را فدا کرد برای حفظ عفت خودش، برای حفظ شرف و عزت خودش، اون قهرمانی که با پرت کردن خودش از طبقه 4 هتل به زمین برای حفظ عفت و نجابت خودش از چنگال دشخیمان و ظلم و ستم سربازان بدنام ولایت فقیه جان خودش رو فدا کرد تا به همه همسن و سالان خودش درس عفت و حیا و پاک دامنی بده. هزاران درود و هزاران سلام بر روح خواهر عزیزمان فریناز خسروانی که به ما درس داد، درس استقامت، درس پایداری داد. هزاران درود و سلام بر همه خواهرانی که برای عفت خودشون، برای حیای خودشون، برای حجب و نجابت خودشون ارزش قائلن، حاضرن که جان بدن اما دامن عفت خودشون رو، دامن حجب و حیا و نجابت خودشون رو لکه‌دار نکنن. و هزاران لعن و نفرین بر تمام ظالمین و ستم پیشگانی که بنده شهوتن، نوکر شهوتن و از هر فرصتی به نفع خودشون سوء استفاده میکنن تا به اهداف پلید خودشون دست پیدا بکنن. محکوم میکنیم همه ما و شما و همه بچه های وصال حق این جنایت ظالمانه رو محکوم میکنیم به شدت و از الله متعال اشد مجازات رو برای کسانی که بانی این دسیسه شوم بودن تقاضا مندیم و از الله متعال برای اون خواهر عزیز علو درجات و بخشش و غفران خواهانیم و تقاضا میکنیم و آرزومندیم که الله متعال ایشون رو به همراه مریم عذرا، عایشه صدیقه، فاطمه زهرا و خدیجه کبری حشر بفرماید. و باز هم تسلیت میگم این مصیبت وارده رو به تمام فرزندان صلاح الدین ایوبی. در برنامه امروز هم به همراه شما عزیزان در ادامه درس روحانی قرآن کریم بعد از یک میان برنامه انشاءالله صفحه 11 از قرآن کریم رو، مصحف عثمان طه رو از آیه 70 سوره مبارکه بقره به همراه شما عزیزان آغاز خواهیم کرد بعد از یک میان برنامه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت
إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. مؤمن همواره در دینداری به سر میبرد تا خونی را به ناحق نریخته باشد. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. درس امروز خودمون رو آغاز خواهیم کرد. صحبت درباره خواهر عزیزمون فریناز خسروانی کرد اهل سنت رو انشاءالله صحبت تفصیلی ترش رو به برنامه‌های مرتبط انشاءالله واگذار میکنیم و از همه ما شما برای این عزیز دعا میکنیم که الله تعالی رفع درجات برایشون نصیب بکنه و صبر جزیل برای خاندان و دوستان و آشنایان خویشاوندان ایشون و اشد مجازات از الله تعالی برای بانیان این دسیسه شوم خواهند. در درس امروز در ادامه تلاوتمون از سوره مبارکه بقره به آیه 70 سوره مبارکه بقره رسیدیم. در صفحه 11 از مصحف عثمان طه از ابتدای این صفحه میخوانیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال ادع لنا ربک یبین لنا. در ابتدای این آیه ما به مانند برنامه‌های گذشته من فقط برای بار اول حرکات رو یک توضیح مختصر میدم و بعد برای بار دوم دیگه گذر میکنم. این حرکت فتحه است، هر جا رو هر حرفی قرار بگیره صدای ا میگیره. این ق و گفتیم که هر وقت بعد از فتحه الف قرار بگیره، بعد از فتحه هر حرفی که فتحه داشت و بعدش الف قرار گرفت اون حرف صدای آ میگیره. اون حرف صدای آ میگیره و اگر اون حرف از 8 حرف صاد و ضاد و تا و ظا و غین و قاف و خا و را باشه پر خوانده میشه، یعنی دهان در هنگام تلفظش به سمت بالا باز میشه. در غیر این صورت پر خوانده نمیشه. اینجا میشه قا قا، به سمت بالا باز میشه دهان، میگیم قا نمیگیم ق قا. لام حرکت ضمه رو داره، این حرکت رو بهش میگیم ضمه. روی هر حرفی قرار بگیره صدای حرکت اینجا اون حرف با صدای او خونده میشه. اما اگر بعد از حرکت ضمه واو قرار گرفت اون موقع دیگه او میشه او، موقع میشه او. به مانند فتحه وقتی بعدش الف قرار بگیره صدای آ میده، ضمه وقتی بعدش واو قرار بگیره صدای او میده و همچنین کسره اگر بعدش یا قرار بگیره صدای ای میده. حالا جلوتر بهش میرسیم. این الف هر جا وقتی این علامت صفر روی الفی بود یعنی اون خوانده نمیشه، یعنی هیچ اعتبار کنید اون رو. این الف روش یک علامت صاد نصفه هست، صادی که بریده شده و دلالت بر این داره که این الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. این صاد مخفف همون کلمه وصل هست و در هنگام وصل این الف خوانده نمیشه. اینجا ما این الف خوانده نمیشه، این الف هم خوانده نمیشه و هیچ اعتباری نداره. حرف دال علامت ساکن داره، این علامت ساکن هست و هر جا که این علامت رو دیدید این علامت به همراه آخرین حرکت ما قبل خونده میشه. همیشه حرکت ساکن به همراه آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. اینجا الان الف که حرکت نداره، این الف هم که هیچ حرکتی نداره، این واو هم حرکتی نداره. از این لام حرکت لام که ضمه هست کمک میگیریم و میچسبونیم به دال، اینطور خونده میشه قا لد قا لد. و حرف دال هم حروفی که ساکن هستن رو همیشه مد نظر داشته باشید. حروفی که ساکن هستن اینجا مثلا دال، ما در حروف ساکن 5 حرف قاف، طا، با، جیم و دال که سر هم نوشته میشن قطب جد. هر وقت این حروف ساکن باشن در مخرجشون در هنگام تلاوت مقداری میلرزن که بهش میگیم قلقله. اینجا مثلا میشه قالود قالود، نمیگیم قالود قالود قالود. اینجا هم
ما این رو داریم که ضمه داره، قالدعو، قالدعو لنا، لا نه، نون پر خونده نمیشه، از اون 8 حرف نیست. اینجا ما نون بعدش الف داره، فتحه بعدش الف، پر خونده نمیشه. دقت کنید که نون نمیشه قالدعو لنا، نه قالدعو لنا، اینجا باریک خونده میشه چون نون از اون 8 حرف صاد، ضاد، تا، ظا، غین و قاف و خا و را نیست. اون 8 حرف فقط هنگامی که فتحه داشته باشن بعدشون الف پر خونده میشه. را این به این علامت تشدید هست. هر حرفی که این علامت روش قرار گرفت 2 بار خوانده میشه چون در اصل 2 تا بوده، اولی ساکن، دومی حرکت داشته. این حرکت فتحی که اینجاست، تشدید نمایانگر 2 حرف است. این حرف به 2 تا بوده، اولی ساکن بوده، به همین خاطر ما 1 بار به همراه را باید بخونیمش، ساکن رو به همراه حرکت ما قبل، 1 بارم به همراه اون حرکتی که خود تشدید داره بالا یا پایینش. رب ربک قالوا ادع لنا ربک یبین تا اینجا خود این کلمه یبین خونده میشه. یبین، یا 1 بار به همراه با، 1 بار تنهایی. بین، یبین. دقت کنید عزیزان روی این حرفهای تشدید خوب باید واضح بشه که 2 تا حرف است. یبین، یبین. بعضی وقتا مشاهده میشه عزیزان روی این تشدیدها یبین میخونن، یبین، نه یبین. خب اینجا نون رو داریم. نون رو هر جا که نون علامت نداشت، قبلا هم اشاره کردم که نون علامت نداره رو شما نون ساکن فرض نکنید. نونی که علامت نداره اینو نون ساکن فرض کنید، نون ناخوانده فرض نکنید. ما نونی که خوانده نشه نداریم. نونی که علامت نداشت نون ساکن هست و نون ساکن یا تنوین 4 تا قاعده اجرا میشه که من گذرا اشاره میکنم. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین حرف با اومد، نون تبدیل به میم میشه که غالبا در مصحف عثمان طاها اون حرف میم رو میگذاره شیخ عثمان. این 1 و نون تلفظ نمیشه، میم تلفظ میشه به جای نون، مثل من بعده که میشه من بعده. این قاعده رو ما بهش میگیم قاعده اقلاب با قاف یا قلب به میم. قاعده اول. قاعده دوم، اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف یرملون آمد یا را، میم، لام، واو و نون، اون موقع اون حرف نون یا تنوین تبدیل میشه به حرف مابعد و تشدید میگیره حرف بعدی که هرچی باشه و خود نون تلفظ نمیشه. این قاعده رو بهش میگیم ادغام با غین، یعنی تبدیل، یعنی دغم. و قاعده سوم قاعده اظهار بود با ضا و هی 2 چشم. قاعده اظهار یعنی ظاهر شدن نون از مخرج خودش. اگر نون ساکن یا تنوین بعد از اون یکی از حروفی بیاد که از حلق ادا میشن، حروف حلقی 6 حرف هستن، همزه و ها، عین و ها، غین و خا. این 6 حرف اگر بعد از نون ساکن یا تنوین اومد، اون موقع نون از مخرج خودش ادا میشه که در این حالت نون ساکن رو علامت ساکنش رو شیخ عثمان میگذاره تا نشون بده که این خود نون از مخرج خودش ادا میشه. اینو میگیم اظهار. اگر غیر از این حالت‌ها باشه، یعنی بعد از نون ساکن یا تنوین نه با باشه، نه حروف یرملون، نه حروف حلقی، اون موقع نون از مخرج خودش خوانده نمیشه، تبدیل به حرف دیگری هم نمیشه، فقط از مخرج از بینی ادا میشه. بهش میگیم اخفا، مخفی میشه صدای نون در بینی به همراه مقداری مکس روی اون، مثلا منکم نمیگیم منکم، و نون رو از بینی ادا میکنیم به همراه مقداری مکس در هنگام تلفظش منکم. این قاعده های 4گانه‌ای بود که من برای شما عرض کردم. برای نون ساکن یا تنوین احکام 4گانه: قاعده اقلاب، قاعده ادغام، قاعده اخفا و قاعده اظهار. در مثالی که الان داریم، نون ساکن بعدش لام هست، یکی از حروف یرملون، نون تبدیل میشه به لام. اینجا دیگه نون خونده نمیشه چون تبدیل شده به این لام. معنی این تشدید لام هم به همین علت هست، چون نون تبدیل به لام شده. ما یا رو میچسبونیم به لام. یل نمیگیم ین، یل لنا، یبیل لنا. اینجا اصلا کلا لام تلفظ میشه و نون تلفظ نمیشه. خب قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان تا اینجا
این حرکت کسره هست و الفی که زیرش این علامت شیش روش قرار بگیره بهش میگیم همزه. دیگه نمیگیم الف، میگیم همزه. این همزه است که کسره داره. ان تا اینجا ان میشه. این الف خوانده نمیشه در این گام بس. لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. نون میچسبه به لام. ان البقره ان البقره تشا. ببینید شین بعدش الف آمده، فتحه داره، بعدش الف آمده، صدای آ میگیره. تشا شین پر خونده نمیشه، از اون 8 حرف نیست. تشا به علینا تشابه علینا و این علامت مد هست. این علامت مد هست، روی 3 حرف واو، الف و لام قرار میگیره. روی 3 حرف واو، الف و یا، ببخشید من لام اشتباهی گفتم، واو، الف و یا قرار میگیره، بهش میگن حروف مد. و این به این معناست هر جا که اومد بعد این حرفی که روی اون مد قرار گرفته بیشتر از حد عادی کشیده بشه. فعلا به اندازه 3 تا بستن 3 انگشت دست در حالت عادی ما میکشیم تا انشاءالله به احکام دقیق ترش برسیم. فرصت آینده انشاءالله توضیحات بیشتری خواهیم داد درباره احکام مد و اینکه چه جاهایی چه اندازه باید دقیق کشیده بشه. ولی اون چیزی که متفق علیه هست روی همه میشه کشید 3 تاست. و این رو اینطور میکشیم. و این خب کلمه بعدی اینجا ما همزه داریم، نون ساکنه، بعد از نون ساکن ما شین رو داریم. حرف شین نه از حروف حلقی است، نه از حروف یرملون هست و نه با هست. پس هیچ کدوم از اون 3 قاعده اول اجرا نمیشه. قاعده 4 اجرا میشه که همون قاعده اخفا هست و همین خاطر ما میبینیم علامت ساکن اینجا نیست و این علامت مخفی شده تا دلالت بر اخفا بکنه. اینجا ما این رو از بینی تلفظ میکنیم، نون رو این روش یک مقدار وای میستیم، ان شاء تا اینجا مد را میکشیم، ان شاء. این الف لفظ جلاله خوانده نمیشه. خود لام اول لفظ جلاله هم حرکت نداره، خوانده نمیشه. 3 تا حرف رو 4 تا حرف رو ببخشید، واو، الف، لام و یا رو، همین 4 تا رو فقط دقت کنید، واو، الف، لام، یا سر هم نوشته بشه میشه والی. ما این 4 حرف رو به اسم حروف ناخوانا هم مشهورن. این 4 حرف اگر هیچ حرکتی نداشته باشن خوانده نمیشن در مصحف. واو، الف، لام، یا، والی. این 4 حرف ناخوانا هستن که اگر هیچ حرکتی نداشته باشن خوانده نمیشن. در غیر از این حروف ما حرف دیگری نداریم که بدون حرکت خوانده نشه. اینجا ما لفظ جلاله الله، لفظ لام در این مثال لفظ جلاله، لام اول خوانده نمیشه. اینجا دقت کنید، این لام چون هیچ حرکتی نداره خوانده نمیشه. لفظ جلاله الله لام دومش اینجا تشدید داره، به کمک آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. این همزه میچسبه فتحش به لام و این رو هم حتما یادتون هست که گفتیم لفظ جلاله الله هر وقت ما قبلش فتحه داشته باشه پر خونده میشه. یعنی چطور میشه؟ ان شاء الله، ان شاء الله. نمیگیم ان شاء الله، این اشتباهه. درستش چیه؟ ان شاء الله، چون من مکس کردم هرو اینجا من ساکن کردم. خب ان شاء الله لا مهتدون. نون ساکن شد چون ما هر جا در هر کلمه وقف بکنیم، یعنی بایستیم، بعد آخرین حرف ساکن باشه، بعد ساکنش کنیم، چه اون حرف در آخر آیه باشه چه در وسط آیه. هر جا که شما وقف کردید حرف آخر ساکن میشه و به همین خاطر ما نون رو اینجا ساکن میکنیم. این علامت 70 شماره آیه است که مال آیه قبلی. همیشه شماره آیه رو در آخر آیات می‌نویسن، این مد نظر شما عزیزان باشه. شماره آیه آخر همیشه در آخر آیه نوشته میشه. این 70 مال آیه قبلی هست نه مال آیه بعدی. شماره 70 مال آیه قبل از اون هست.
اینو مد نظرتون باشه. یک بار دیگه اینو از اول بخونیم آیه رو به همراه شما. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله. من اینجا وقف کردم، به همین خاطر ها رو ساکن خوندم. دور برمیگردیم از دقیقه کمی عقب‌تر. در هنگام وقف سعی کنید عزیزانی که با ترجمه آشنا هستن از جایی برگردید که ترجمه کاملتر میشه بهتر هست، یا حداقل از یکی دو تا کلمه قبلش دوباره شروع بکنید به خوندن. و إنا إن شاء الله لمهتدون. نون رو هیچ حرکتی بهش نمیدید. دقت کنید همیشه این حرف های آخری هیچ حرکتی نباید بکنه، ساکن محض باید باشه. لمهتدون. خب آیه بعدی قال انه، این ضمه بعدش یک واو کوچک اینجا هست، همون نقش واو رو بزرگ رو ادا میکنه که باز هم اینجا باید صدای او بدیم. انه یقو. ببینید اینجا ضمه بعدش واو فرقی نمیکنه، کار این به شکل کوچک نوشته بشه واو یا بزرگ در حرکت تأثیری نمیگذاره. این در کتابت فقط شکلش تغییر میکنه، اما در تلفظ یک چیز است. اینجا هم شد انه یقو. دقت کنید که بعضی از عزیزان این واو ها رو، این وقتی که ضمه بعدش واو میاد رو حق مطلب رو ادا نمیکنن. یعنی اینکه این رو مثلا میگن یقولو، یقو، بعد یقو، این که یک کمی کشیده بشه تا مشخص بشه که اینجا صدای ضمه نیست، فقط صدای یک او هست، صدا کشیده میشه. یقو، انه زیادم کشیده نشه که باز مد بشه. انه یقول انها بقرتون. الان ما اینجا تنوین داریم بعدش لام. کدوم قاعده اجرا میشه؟ از اون 4 قاعده یکی از حروف یرملون اومده ادغام میشه، لام یکی از حروف یرملون هست و این تنوین تبدیل میشه به لام. و همین خاطر نمیگیم بقرتون، تو بقرتو تا اینجاش هست. این واو دوم که بیانگر آن نون محذوف بود، تنوین رو حتما بیاد داریم. ما در معرفی تنوین گفتیم که تنوین هر وقتی که 2 تا ضمه یا 2 تا فتحه یا 2 تا کسره با هم اومد بهش میگیم تنوین. یعنی چی؟ این در اصل یک نون ساکنی بوده در آخر که حذف شده و به خاطر همین این علامت دوم بیانگر اون نون محذوفه که اینجا ذکر میشه. این در اصل بقرتون بوده، یک نون ساکنی بوده که حذفش کردن، به خاطر راحتی نوشته یک ضمه اضافه کردن تا دلالت بر اون نون ساکن بکنه. الان ما اینجا این ضمه دوم که همون نماینده نون ساکن هست رو تبدیل میکنیم به لام. به همین خاطر دیگه این رو در نظر نمیگیریم، اما این اولی سر جاش هست. بقرتو میچسه به لام. بقرتل بقرتل لا فتح بعدش الف اومده، این الفه بعد از فتح به همین خاطر صدای آ میگیره. بقرتل لا انها بقرتل لا ذلولن. الان اینجا باز ما لام دوباره باز تنوین داریم مثل اینجا تنوین بعدش لام اومده بود تبدیل شد به حرف مابعد به خاطر قاعده یرملون یا همون ادغام. اینجا بعد از تنوین چه داریم؟ بعد از تنوین ببینیم چه داریم. خط بعدی بعد از تنوین حرف ت رو داریم. حرف ت نه حرف با هست که ادغام قلب به میم بشه و نه حرف یرملون هست که ادغام بشه و نه از حروف حلقی هست، از حروف اخفا هست. به همین بابت اینجا ما در تلفظ تنوین لام ما نون رو از مخرج خودش ادا نمی کنیم و از بینی ادا میشه چی؟ ذلولون. اینجا از بینی ادا میشه به همراه مقداری مکس. ذلولون تو ثی کسره بعدش یا اومده صدای ای میگیره. تو ثی رو تا اینجا الف خوانده نمیشه، لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، ضمه را. تو ثی رول ارض تثير الارض ولا فتح بعدش الف صدای آ. ولا تسقی، تا اینجا تسقی میشه به تنهایی. این کلمه به تنهایی تسقی خوانده میشه، اما
بریم جلوتر. الف خوانده نمیشه به خاطر اینکه الف وصله، در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که کجاست؟ این که حرکت نداره. این یا هم که حرکتی نداره. کسره قاف، کسره قاف رو ما میچسبونیم به لام. لا تسقل قل، لا تسقل حرث حرث، لا تسقل حرث ولا تسقل حرث مسلسلم. لام دو بار خونده میشه، یک بار به همراه سین، یک بار به همراه فتحه خودش. مسلم تول. اینجا هم مثل خط بالا که اینجا بقره تول بر از تنوین لام اومده بود، اینجا هم بر از تنوین لام اومده دیگه، تنوین به تبدیل به لام میشه، لام تلفظ میشه. مسلمتل لا شیعت. ببینید اینجا کسره لا شیعت، این هم خود این شین صدای یا میگیره، هم این کسره خود یا هم حرکت فتحه خودشو داره. لا شیعت فیها لا شیعت فیها. این هم که علامت وقف هست. یکی از علامت وقف هست جیم، یعنی اجازه دارید اینجا وقف کنید یا ادامه بدید. جواز داره که هم وقف کنید هم ادامه بدید. قالو الف خوانده نمیشه. قالو تا اینجا به تنهایی این کلمه میشه قالو. اما بعضی وقتا بارها گفتم کلمات بعد از کلمه که داریم میخونیم، الان در این کلمه اینجا ببینیم خط بعدی، در این کلمه وضعیت این کلمه در نحوه خواندن کلمه ما قبل خودش هم تاثیر میگذارن. چرا؟ الان اینجا ما یک الف داریم که صاد الف وصله، یعنی در هنگام وصل خوانده نمیشه. این لام هم ساکن هست، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. خب بریم ما قبل این حرکت نداره، بریم این تا اینجا این الف هم حرکت نداره، این واو هم حرکت نداره. این لام یک ضمه داره که بعد از ضمه این لام کمک بگیریم برای خواندن این ساکن لام دوم. یعنی ضمه این لام مستقیم باید بچسبه به این لام. چطور میشه؟ قالد قالل، ببخشید من بالا رفتم. قالل، ببینید این لام میچسبه به این لام، چون بینش واو و الف و این الف خونده نمیشه، میشه قالل انا. این همزه فتحه داره، بعدش الف اومده، صدای آ میگیره و پر هم خوانده نمیشه، چون از اون 8 حرفی که پر خوانده میشدن در هنگام الف داشتن نیست. قالل انا، از اینجا قالل انا جئت. این همزه ساکنه به همراه کسره میشه جئت. به کسره داره، الف خوانده نمیشه در هنگام وصل. لام ساکن داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل که کسره هست. حق این قاف یک بار به همراه ها خونده میشه، یک بار تنهایی، و این علامت هم که علامت جیم هست میشه اینجا وقف کرد. بالحق، در هنگام وصل کردن اینطور خونده میشه بالحق. اما در هنگام وقف اگر اینجا ایستادیم چی میشه؟ میشه بالحق. قاف ساکن یک مقداری قلقله میشه بالحق. قالوا الان جئت بالحق. اگر وقف کنیم، اگر وقف نکنیم بالحق. فذبحوها وما كادوا، الف خوانده نمیشه، وما كادوا يفعلون. این هم از این آیه، از اول آیه میخونیم دوباره با هم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. اینجا من چون وقف کردم ثا رو حرف ثا رو من اینجا ساکن خوندم. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق
فذبحوها وما كادوا يفعلون. این هم از آیه 71. آیه 71 به تمام رسید. آیه 72 را آغاز میکنیم. و اذ قتلتم نفسا. چرا؟ بعد از تنوین چی داریم؟ بعد از تنوین حرف فا رو داریم. حرف فا بعد از تنوین نه با هست، نه یرملون هست، نه حروف حلقی هست. از غیر ایناست که همون قاعده چهارم که اخفا هست اجرا میشه، یعنی تنوین از بینی ادا میشه به هنگام تلفظ و مقداری هم مکس در هنگام تلفظ. نفسا تا اینجا. نفسا فتحه داره، الف حرکت نداره، دال تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل که ف هست. فتحه ف میچسبه به دال، یک بار دال به همراه فا خونده میشه، یک بار به همراه دال خودش فتحه. فد دقت کنید. فد د. چرا د دومی؟ چون فتحه بعدش الف اومده، صدای آ میگیره. فد د را. اینجا همزه هست، این همزه هست، ساکن داره. را تم فد رأتم فیها. فد رأتم فیها. اما این نفسن رو اگر اینجا وقف کنیم، این الف به خاطر چیست؟ گفتیم بارها که در وقف فقط تنها حرفی که اگر وقف کردیم ساکن نمیشه، تبدیل به چیزی دیگری میشه، تنوین ان هست. این تنوین در هنگام وقت تبدیل به آ میشه. نمیگیم نفس قتلتم نفس. در تنوین های دیگه این کار میشه. بعد اما اینجا تبدیل به الف میشه. اگر وقف بکنیم، اگر اینجا مثلا گفتیم باید قتلتم از اول اگه شروع کنیم و اذ قتلتم نفس، اگر وقف کنیم اینطور میشه. وقف نمی کنیم در اینجا، اما به خاطر اینکه بدونیم اگر وقف بشه چطور خونده میشه، این الف به همین خاطر است که در هنگام وقف همیشه تنوین ان در هنگام وقف آ خوانده میشه. به همین خاطر همیشه بعد شما یک الف میبینید. و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله لفظ جلاله پر خوانده میشه چون بعدش قبلش فتحه اومده. هر وقت قبل از لفظ جلاله فتحه یا ضمه آمد پر خوانده میشه، هر وقت کسره آمد اون موقع باریک خوانده میشه. والله مخرجم. بعد از تنوین میم آمده، یکی از حروف یرملونه. تنوین تبدیل میشه به حرف مابعد و دیگه تنوین خوانده نمیشه. میگه مخرجون، این ضمه اول سر جاشه، اما این واو دوم که بیانگر نون ساکن هست رو تبدیل میکنیم به میم، دیگه این در نظر نمیگیریم. میشه مخرجم ما کنتم. نون ساکن بعدش حرف تا، از حروف حلقی نیست، از حروف یرملون هم نیست، با هم نیست. قاعده چهارم اجرا میشه، قاعده اخفا. کنتم تکتمون. این هم از این آیه. یک بار دیگه از اول آیه با هم بخونیم. و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. خب بریم آیه 73. این 72 مال شماره قبلی است. 73 آیه 73 فقل نه تا اینجا. در حروف این از اون 6 حرف از اون 8 حرفی که پر خوانده میشن نیست. نون تا اینجا فقل نه میشه، اما به خاطر وضعیت کلمه بعدی این هم تلفظش مقداری فرق خواهد کرد. اینجا الف خوانده نمیشه. ضاد نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره چون ساکنه. از فتحه نون کمک میگیریم، میچسبه به ضاد، میشه فقل نضربوه. دقت کنید، ربوه.
فقل نضربوه فقل نضربوه فقل نضربوه ببعضها ها پر خونده نمیشه. حرف جیم هم که دلالت بر جواز در وقف یا عدم وقف میکنه. در حروفی که پر خونده میشن رو من یک بار دیگه ذکر بکنم. حروفی که وقتی روی اون حروف فتحه قرار بگیره و بعد از اون الف، چون این حروف باید با آ خوانده بشن، با صدای آ دهان به سمت بالا باز میشه. 8 حرف هستن: صاد، ضاد، طا، ظا، غین و قاف و خا و را که این حروف در هنگام فتحه داشتن و بعد از اینا الف باشه اینها پر خونده میشه، دهان به سمت بالا باز میشه در هنگام تلفظ. و این اتفاق نظر هست روی این. عزیزی در برنامه حفظ قرآن هم این سوال پرسیدن که حروف مستعلیه رو بعضی از عزیزان میگن که پر خوانده نمیشه. در این حالت وقتی که روی اینها فتحه قرار بگیره و بعد از اینا الف باشه، روی این اتفاق نظر هست که همیشه اینا پر خونده میشن و روی این فکر نمی کنم که هیچ شخصی که با به هر حال در بین قرا و ائمه قرائت روی این اختلاف نظری داشته باشه که این حروف وقتی که روی اینها فتحه قرار بگیره و بعد از اینا الف، اینها پر خونده نشن. اینجا اما در مثالی که ما داریم ببینیم با هم، درها فتحه بعدش الف، اینها از اون 8 حرفی که پر خونده میشن در هنگام الف آمدن بعدشون نیست و به بعضیها به همین خاطر پر نمیخونیم. ادامه بدیم که ذا فتحه بعدش الف صدای آ میگیره اما پر خوانده نمیشه چون از اون 8 حرف نیست. که ذا لیک یل، دقت کنید اینجا الف خوانده نمیشه، لام لفظ جلاله لام معبر خوانده نمیشه، یا میچسبه به لام، اما چون اینجا قبل از لفظ جلاله کسره آمده اینجا دیگه لفظ جلاله پر خونده نمیشه. چطور تلفظ میشه؟ دقت کنید: یحیی الله، یحیی الله، نمیگیم یحیی الله، نه، یحیی الله، یحیی الله، دهان به سمت بالا باز نمیشه، از بغل باز میشه. نمیگیم یحیی الله، نه، اگر کسی گفت یحیی الله اشتباه است. یحیی الله، یحیی الله تا اینجا. اما ادامه الف خوانده نمیشه در هنگام وصل. لام ساکن آخرین حرکت ما قبل رو نیازمنده، به همین سبب لفظ جلاله این لفظ جلاله میچسبه به لام. چی میشه؟ یحیی الله الموتى، فتح بعدش الف صدای آ میگیره اما چون تا از اون حروف هشتگانه نیست پر خوانده نمیشه. یحیی الله الموتى، نمیگه موتا، موتى. و یوری کسر قبل بعدش یا صدای ای میگیره. یوری کم فتح بعدش الف صدای آ میگیره. همینطور روی این حرف آیاتهی، 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 اینجا میکشیم کسر بعدش این حرف یاست، این یا اومده. و یوریکم آیاته لعلکم، لعل لام دوبار خوانده میشه، لعلکم تعقلون، روی نون نگه میداریم. اینم آیه 73. یک بار دیگه این آیه رو از ابتدا میخوانیم برای شما عزیزان. فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. این آیه 73. بریم آیه 74 رو شروع کنیم به همراه شما. ثم میم دوبار خوانده میشه به همراه یک بار قبلش یک بار بعدش. یک قاعده ای رو دقت کنید عزیزان، ما در هنگامی که میم مشدد، میم که تشدید داشت یا نون که تشدید داشت، هر جا میم دیدید تشدید داشت یا نون دیدید تشدید داشت، ما میگیم اینجا اصطلاح قاعده غنه اجرا میشه. یعنی ما در هنگام تلفظ اینها مقداری صدا از بینی ادا میشه و روش مکس میشه. ثم
ثم روش مکس میکنیم به همین خاطر یادتون باشه میم تشدید دار و نون تشدید دار. یا این نمیگیم ان سری رد نمیشیم روش وای میستیم مقداری یک حرکت یا دو حرکت روش وای میستیم ثم این. خب اینجا همینطور ثم ببینیم مثالو ثم قست قلوبکم. اما اینجا میم دو تا میم پشت سر هم بوده. شیخ عثمان روی این اولی ساکن نگذاشته تا این رو اصلا کنم بیخیال بشیم، به جای این دومی رو تشدید گذاشته. شاید بعضی مصاحف اینجا ساکن باشه روی این تشدید نباشه زیرش کسره باشه. در هر حالت دلالت بر این میکنه که این دو تا میم پشت سر هم هستن و اینجا شاید شیخ عثمان این رو به خاطر این تشدید گذاشته که تا قاعده غنه رو اینجا اجرا بکنه بدون میم مشدد هست. بعد اینجا هم مثل ثمه که اینجا روش وایستادیم بعد وایستیم ثم قست قلوبکم. اینجا مثل میم روش وای میستیم. اینجا نون ساکن بعدش با اومده خود به خود میم اینجا نون تبدیل به میم میشه مثل زنبوری که در فارسی داشتیم زنبور میگیم. قاعده انقلاب اینجا اجرا شده دیگه. ما نون رو نمیخونیم میم رو میخونیم من بعدی ذالک هی صدای یی را میگیره یا هم فتحه خودش داره. این یا هم الان روی حرکت که هم روی کسره ها تاثیر میگذاره هم خودش صدای فتحه خودش داره. فهی کل الف خوانده نمیشه انگام وصل کل حجارتی. اگر اینجا وقف کنیم هم این دو نقطه هست میشه هم این کسره هست میشه روی تا یا همون تای مدور بهش میگن تای گرد. این در فارسی همچنین تای ما نداریم. در فارسی ه داریم اما ت نداریم. در عربی همون ه وقتی که دو تا نقطه روش قرار میگیره صدای ت میده. بعد الان اینجا تای مدور وقتی که روش وقف بشه هم نقطه هاشو از دست میدن حرکتش رو. چطور میشه؟ فهی کل حجاره. اگر وقف کنیم میشه فهی کل حجاره در هنگام وقف. در هنگام وصل هم که همون حرکت کسری خودش رو داره. او اشد دو قص و در هنگام وقف. ببینید اینجا هم در هنگام وقف این تا هم نقطه هاشو از دست داده هم حرکتش رو. کلن تای تنیس یا همون تای مدور وقتی که روش وقف میشه کل آن چیزی که داره از دست میده فقط خود صدای ها میمونه. قص و در هنگام وقف. این جیم هم کلمات جواز وقف یا جواز وصل است. میتونیم بریم جلو میتونیم وایستیم وقف کنیم. بعد الان این علامت جیم رو دقت کنید. این علامت جیم ما در هنگام وقف این جایی که این علامت ها هست اگر وقف کردیم نیازی نیست برگردیم از عقب یک مقداری رو بخونیم میتونیم از همونجا ادامه بدیم. اما وقتی که این علامت نباشه و معنا کامل نمیشه عزیزانی که معنا رو بلد هستن قاعده کلی وقف اینه که ما ان شاءالله در این باب باز بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما در هنگام وقت چه موقعی وقف بکنیم هر جا که معنا کامل بشه میتونیم وقف کنیم. هر جا معنی جمله کامل بشه میتونیم وقف بکنیم. اما عزیزانی که با معنا آشنا نیستن این علائم وقف مثل این جیم مثل سلام مثل قلاب اونو کمک میکنه که کجاها وایستن کجا وای نیستن. وقتی که به این علائم رسیدیم وایستادیم نیازی نیست از عقب دوباره برگردیم از همونجا میتونیم ادامه بدیم. اما اگر غیر از این علائم جای دیگه وایستادیم بهترینه که از یکی دو کلمه قبلش دوباره ما بخونیم چون معنا کامل بشه. عزیزانی که معنا بلد نیستن سعی بکنن خودشون رو به این علائم به علائم وقف ملزم بکنن. یعنی اینجا که علامت نیست وقف نکنن. اگر مجبور شدن نفسشون کم اومد یا گیر کردن وایستادن اون کلمه‌ای رو که وایستن علاوه بر اینکه باید ساکن بخونن حرف آخرش رو در هنگام دوباره شروع کردن تلاوت هم از یکی دو کلمه از قبلش دوباره شروع کنن بخوندن مگر عزیزانی که با ترجمه آشنا هستن و یا اینکه در هنگام وقف بر علائم وقف باشه موقع دیگه نیازی نیست برگردیم از عقب بخونیم. اما اون قاعده کلی که گفتیم هر جا که وقف شد حرف آخر باید ساکن باشه در همه قرآن چه در علائم وقف چه در غیر علائم وقف چه در وسط آیه چه در آخر آیه اون قاعده اجرا میشه که همیشه حرف آخر ساکن میشه. و فقط دو مورد بعد مد نظر بهتون باشه تنوین ان در هنگام وقف صدای آ میگیره و تای تانیث هم هر چی که داره حذف میشه دیگه ت خونده نمیشه ه خونده میشه. در غیر این دو صورت هیچ استثنایی وجود نداره حرف آخر همیشه ساکن میشه. برگردیم خب در ادامه و
این یکم روش برای میستیم و این مینل الف خوانده نمیشه، نون میچسبه به لام. مینل حجارتی لما یتفجر من. نون ساکن بعدش ها یکی از 6 حرف حلقی هست. این نون ساکن رو ببینید اینجا دقیقاً اینجا ساکن رو ما داریم، ظاهر این ساکن. تا شیخ عثمان طاها ببینید اینجا نون رو ساکن گذاشته، اینجا هم گذاشته ظاهر کرده، اینجا خط پایینم ظاهر کرده، اینجا هم ظاهر کرده، اینجا هم ظاهر کرده. اینها همه حالت‌هایی است. اینجا هم در آخر خط داریم باز ظاهر کرده. اینجا همه نونی که ظاهر میشه ساکنش رو ظاهر کرده، دلالت بر این داره که اینجا این نون اظهار میشه، قاعده سوم صورت میگیره، یعنی نون از مخرج خودش خارج میشه، ظاهر میشه از اصل مخرج خودش. و همون بخاطر این که بعدش یکی از حروف حلقی قرار گرفته که ها هست. 6 حرف، همزه و ها، عین و ها، غین و خا. این 6 حرف رو هر جا که دیدید بعد از نون ساکن اون نون از مخرج خودش ادا میشه. من هو، نمیگیم من هو، این اشتباه است. من هو روش نه وقف میکنیم نم از بینی ادا میشه، سریع رد میشیم. من هو. خب تا اینجا من هو الف خوانده نمیشه، لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، ضمه هو رو میچسبونیم بهش، میشه من هول ان هار. در هنگام وقف راه ساکن میشه چون جایزه است که وایستیم، اما اگر ادامه دادیم میشه چی؟ من هول انهارو، منه الانهار، منه الانهار. و ان منها، اینجا هم نون اظهار میشه دقیقا مثل همون قاعده قبل، مثل اینجا است که بعد از نون ها اومده. منها و ان منها لما یشقق. دوبار شین دوبار قاف. یشقق. 3 تا قاف اینجا پشت سر هم هست در اصل. 2 تا اینه یکی این. یشقق فیخرج من هل، الف خوانده نمیشه همی چسبه به لام، من هل ما. این در هنگام وقف دقیقاً ساکن خوندیم این رو. اگر ادامه بدیم میشه من هل ما و ان منها و ان منها لما یهبط من خش من. نون اینجا ساکن بعدش خا اومده. خا یکی از اون 6 حرف حلقی هست، همزه و ها، عین و ها، ها، غین و خا. خا از مخرج از حلق ادا میشه، نون ساکن اینجا اظهار میشه، به همین خاطر ساکنش رو هم اظهار کرده شیخ عثمان. من خشیت الله، من خشیت الله. در هنگام وقف لفظ جلاله اینجا پر خوانده نشد چون قبلش کسره آمده، نمیگه من خشیت الله، نه من خشیت الله. قلا هم قبلا توضیح دادیم قاف به معنی مخفف وقف است، لام هم این لا هم مخفف اولا، یعنی وقف کردن اینجا اولا هست. میتونید اینجا اگر وقف کنید بهتره، اما اگر بس کردیدم اشکالی نداره. خب و این به تنهایی میشه ما و ما، اما چون الف وصل در هنگام وصل خوانده نمیشه، لام هم که حرکت نداره خوانده نمیشه، این لام دوم تشدید نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، اون موقع دیگه نمیشه و ما، میشه و مل، مستقیم میم میچسبه به لفظ جلاله و مل الله. دقت کنید اینجا لفظ جلاله چون بعدش قبل از فتحه آمده، قبل از لفظ جلاله فتحه است، گفتیم هر وقت قبلش فتحه و یا ضمه بود اون موقع پر خوانده میشه، برخلاف این لفظ جلاله که اینجا بود. اینجا قبل لفظ جلاله کسره هست باریک خوانده میشه، اینجا قبلش فتحه است پر خوانده میشه. این دوتا فرقشون چیه؟ دقت کنید. من خشیت الله این پر شد، اما اینجا و ما الله، اینجا دهان به سمت بالا باز میشه، اینجا به سمت بغل. من خشیت الله و ما الله و ما الله بغا، غین هم پر خوانده میشه، بغافلین. اینجا
تنوین اظهار میشه. ببینید این دوتا تنوین رو دقیقاً روی هم گذاشته شیخ عثمان. هر وقت دوتا تنوین ان یا ان دقیقاً روی هم گذاشته شده بود، دقیقاً روی هم دلالت بر اظهار میکنه، یعنی دقیقاً همون شکل اصلی خودش رو پیدا میکنه، از مخرج خودش ادا میشه. بعد از تنوین عین یکی از حروف حلقی است، اینجا بعد ما اظهار بکنیم تنوین رو از مخرج نون موجود در تنوین رو از مخرج خودش ادا کنیم. میگیم بغافلین عم، بغافلین عم، نمیگیم بغافلین عم، نه، اینجا نون از مخرج خودش، نون موجود در این تنوین از مخرج خودش ادا میشه، میشه بغافلین عم، بغافل عما تعملون. نون آخر هم ساکن است. این آیه 74 بود که خواندیم. دوباره آیه را از اول با هم بخونیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. من اینجا ایستادم. اگر اینجا وقف نکنیم، ادامه بدیم، چون تنوین بعدش واو اومده تبدیل به حرف واو باید بشه، ادغام صورت میگیره، میشه چی؟ اشد قسوة و قسوة و اینجا واو تشدید میگیره اگر ادامه بدیم. اگر ادامه ندادیم وقف کردیم میشه قسوة، در هنگام وقف میشه او اشد قسوة. اگر ادامه دادیم چه میشه؟ او اشد قسوة و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. این آیه 74 بود. آیه 74 که تمام شد. این ستاره دلالت، این ستاره اینجا آدرسش اینجاست، حزب دوم، اینجا ابتدای حزب دوم هست. حزب اول تمام شد و گفتیم که هر جزئی به 2 نیم جزء تقسیم میشه که هر نیم جزء رو یک حزب مینامیم. الان اینجا ابتدای نیم جزء دوم هست و بیاری الله تعالی و فضلش ما نیم جزء اول رو به اتمام رسوندیم. از اینجا به بعد نیم جزء دوم یا همون حزب دوم شروع میشه. حزب دوم یعنی نیم جزء، هر حزب یک نیم جزء میشه. حزب 2 یعنی نیم جزء دوم. اینجا ابتدای حزب دوم هست، نیم جزء دوم جزء 1. خب ادامه بدیم. ا ف تا تا از اون 5 حرفی است گفتیم در هنگام ساکن بودن در مخرجش می‌نازن. قطب جد، 5 حرف قاف، تا، با، جیم و دال که سر هم نوشته بشه میشه قطب جد. افتط معون. اینجا نون ساکن رو داریم، بعدش یا حروف یرملون ادغام میشه، نون تبدیل میشه به یا. یؤمنو الف خوانده میشه. لکم و قد دال به مانند تا در ابتدای این خط، دال هم از اون 5 حرف قطب جد هست و در مخرج وقتی ساکن باشه میلرزه، در هنگام تلفظ میشه قد، نمیگیم قد نشته باست، قد مقداری میلرزه، قد باز زیادم نشه که قد کسره بهش بدیم، قد نه، قد. و قد کان فریق منهم. تنوین قاف بعدش میم آمده، یکی از حروف یرملون هست. به همین سبب تنوین تبدیل میشه به حرف مابعد که میم هست، بعد دیگه نون تلفظ نمیشه، میشه فریقم. فریقون نمیگیم، میگیم فریقم منهم. فریقم منهم، میم که تشدید در روش وای میستیم. فریقم منهم و قد کان فریق منهم. خط بعد یسمعون کلا لام فتح بعدش الف صدای آ میگیره. لام از اون 8 حرفی نیست که پرخوانده بشه. صاد، ضاد، تا، ظا، غین، قاف و خا و را وقتی که روشون الف قرار بگیره پرخوانده میشن، غیر از این حروف هیچ کدوم پر نمیشن. کلا
اللهی. لفظ جلال اینجا پر خوانده میشه. چرا؟ چون قبلش فتحه آمده. فتحه و ضمه قبلش بیاد پر خوانده میشه. کلام الله، نمیگیم کلام الله، این اشتباهه. کلام الله، دهان به سمت بالا باز میشه. یسمعون کلام الله ثم روی میم که وقف میکنیم ثم یحرفونه من بعد نون بعدش با تبدیل میشه به میم، نون خوانده نمیشه، میم تلفظ میشه. من بعد. البته در هنگام تلفظش دقت کنید که میم نچسبه، میم لبها رو نمیچسبونیم به هم، مقدار لبها رو در هنگام تلفظ این میم فاصله میدیم به اندازه که کاغذ بین دو لب جا بشه. من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. این هم از آیه 75. یک بار دیگه این آیه رو با هم بخونیم از ابتدا. افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. اینجا وقف کردم به همین خاطر ها رو ساکن خوندم. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آیه 75 رو به اتمام رسوندیم. آیه 76 رو شروع میکنیم با آیه آخرین صفحه. و اذا فتح بعدش الف صدای آ میگیره، داره هم از اون 8 حرفی نیست که پر خوانده میشه، باریک خوانده میشه. نمیگه و اذا لقو، تا اینجا میشه لقو. اما شرایط کلمه بعدی در حرکات این کلمه، در تلفظ، نحوه تلفظ این هم تاثیر میگذاره. الف ساکن، الف صرف داره خوانده نمیشه، این الف در هنگام وصل خوانده نمیشه، لام تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که قاف، ضمه قاف هست. اینجا این الف و این واو هیچ نقشی ندارن، این سه تا کلا هیچ نقشی ندارن. قاف میچسبه به لام. و اذا لقل لذین، کسره بعدش یا صدای ای میگیره، لذین. و اذا لقل لذین آمنو، الف پرخونده نمیشه، همزه بعدش آ، بعدش الف صدای آ میگیره ولی پرخونده نمیشه. آمنو، الف اینجا هم این الف صفر داره خوانده نمیشه. قالو، مد داشت واو، به همین خاطر واو رو کشیدیم. قالو میکشیم به اندازه بستن انگشت، جزئیاتش باشه. بعد این الف صفر داره خوانده نمیشه، همزه بعدش الف، فتحه بعدش الف، همزه صدای آ میگیره. من روی نون کمی وقت میکنیم. من نون فتحه داره بعدش الف صدای آ میگیره اما پر خوانده نمیشه. آمنا و اذا، خط بعد خلا فتح بعدش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه. خلا بعضهم الى فتح روی لام بعدش الف قرار گرفته، لام صدای آ میگیره اما پر هم خوانده نمیشه چون از اون 8 حرف نیست. الى بعضن. اینجا الان خب تنوین رو ببینید اینجا روی هم نگذاشت. باز اینجا شیخ عثمان فتحا دقیقاً در اونجایی که اظهار میشد خط بالا داشتیم که روی هم گذاشته بود، اینجا روی هم نگذاشته تا بگه که این از مخرج خودشون ادا نمیشه، یعنی کمی عقب جلو مخرج. بعد از تنوین چی داریم؟ قاف نه از حروف یرملون هست، نه از حروف حلقی هست، نه با هست. پس قاعده 4 اجرا میشه که قاعده اخفا بود، یعنی تنوین از مخرج خودش
ادا نمیشه. نون موجوده در تنوین از مخرج خودش ادا نمیشه. به همین خاطر اینها رو عقب جلو گذاشته شیخ عثمان تا دلالت بکنه بر مخفی بودن مخرج. بعضن اینجا از بینی ادا میشه به همراه مقداری مکس. الى بعض قالوا، دقت کنید، بعض قالوا اینجا مد میشه. قالوا تو حد دی دال دوبار خونده میشه. اتحدثونهم بما اتحدثونهم بما. اینجا چرا ساکن میم رو نگذاشته؟ ما گفته بودیم که 4 حرف، اگر یادتون باشه من گفتم که 4 حرف واو و الف و لام و یا، فقط این 4 حرف سرهم نوشته بشن میشن والی، واو، الف، لام، یا. اگر اینا هیچ حرکتی نداشت خوانده نمیشن. غیر از این 4 حرف هر حرفی دیدید حرکتی نوشته نشده، روش فتحه، کسر یا ضمه یا ساکن، حتما یک دلیلی داشته از لحاظ تجویدی. مثل نون ها رو دیدیم که چه نونهایی رو بعضی وقتا که ساکن نمیذاشت شیخ عثمان یا ادغام میشدن یا اخفا میشدن به همین خاطر. و میم هم همینطور. میم حالا اینجا یک قاعده داریم اخفای شفوی، باز ان شاءالله بهش میرسیم، این رو توضیح میدیم. اینجا به خاطر اینکه میم از مخرج اصلی خودش ادا نمیشه، مقداری اخفا میشه درش، به همین خاطر اینجا ساکنش رو نگذاشته که ان شاءالله در درس بعدی بهش میرسیم. من نمیخوام همین درس یک دفعه با هم متراکم بشه. خب برگردیم. اتحدثونهم بما فتح الله. اینجا لفظ جلاله باز پر خوانده میشه چون قبلش فتحه است. فتح الله علیکم دقت کنید روی این جیم رو به همراه الان اینجا این جیم رو ما گفتیم تشدید به همراه آخرین حرکت مقام. این یه حرکته، میره مدی حرکته، کشیده میشه، آخرش میچسبه به جیم. جیم ساکن رو به همراه امتداد مد میخونیم. لیحجوکم. دقت کنید جیم اول به همراه مد خوانده شد. لیحجوکم. اینجا دومیش مد نداره، جای دیگه باز در سوره انعام داریم که این هم باز مد میشه بعدش چون نون تشدید داره. مد همیشه وقتی که بعد از واو و الف و یا حرف همزه قرار بگیره یا مشدد، در این دو حالت ما مد رو داریم. هر جایی که شما دیدید مدی هست بعدش حتما یا همزه است یا تشدید، یکی از این دو حالت هست، غیر از این حالت سومی وجود نداره. و اینجا الان در حالتی که تشدید باشه خود تشدید به همراه امتداد مد خوانده میشه همیشه. لیحجوکم بهی اینجا یا کسر بعدش یا بهی عنده. نون اینجا ساکنش رو نگذاشته شیخ چون اخفا میشه، علامت ساکنش مخفی هست چون اخفا میشه. اینجا نون بعدش دال اومده، دال نه حروف یرملون است نه حروف حلقی و نه با هست، به همین سبب نون از مخرج خودش ادا نمیشه، از بینی ادا میشه به همراه مقداری مکس روی مخرجش در هنگام تلفظش در مخرج بینی. عند ربکم افلا تعقلون. آیه 76 رو یک بار با هم میخوانیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم
اتحدثونهم بما فتح الله عليكم لیحاجوکم به. اینجا من وقف کردم ه ساکن شد کلا، به لیحاجوکم به عند ربکم افلا تعقلون. این هم آیه 76 این صفحه رو تلاوتش رو به همراه شما عزیزان میشنویم و برمیگردیم. ان شاءالله تماس‌های تلفنی شما عزیزان رو خواهیم داشت در موضوع برنامه ما. موضوع برنامه ما حتما میدانید که برای عزیزانی که به هر حال بزرگتر هستن، برای بزرگسالان تلاوت همین صفحه و نه هیچ صفحه دیگری، همین صفحه رو انشاءالله حتما عزیزانی که سنی از اونها گذشته، بزرگترها خلاصه این صفحه رو انشاءالله نوجوانان رو به بالا دیگه، از نوجوانی به بالا فقط همین صفحه رو انشاءالله عزیزان تلاوت خواهند کرد و نونهالان و خردسالان هم که آزادن هر جای قرآن رو بخوان تلاوت بکنن. و من انشاءالله در برنامه امروز تلاوت رو هر عزیزی که شروع کرده از این صفحه یکی دو آیه تلاوت خواهید کرد انشاءالله. من در خلال تلاوت چی نمیگم و در پایان تلاوت بعد انشاءالله اگر جای نیاز به تذکر داشت در پایان تلاوت یادآوری میکنم و عزیزانی که تماس میگیرن انشاءالله تلاوت این صفحه رو تلاوت میکنن. یکی دو آیه سعی کنید دو آیه بیشتر نشه که فرصت بیشتری باشه برای دیگر عزیزان هم دو آیه تلاوت بکنید. من در پایان اگر ملاحظه‌ای بود همه رو با هم باز یک دفعه در پایان انشاءالله ذکر خواهم کرد. بعد از شنیدن تلاوت این صفحه برمیگردیم. پیشنهاد میکنم وقتی که تلاوت این صفحه پخش میشه شما هم تکرار بکنید به همراه صدای به هر حال استاد منشاوی و همچنین شاگردی که به همراهشون بعدش تکرار میکنه تا انشاءالله پخته تر بشه تلاوت ما و شما. برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. عزیزان در بخش پایانی برنامه در خدمت شما خوبان و مهربانان خواهیم بود با تماس‌های تلفنی شما با شماره‌ای که احمد جان براتون زنویس کرده گوشه تصویر و انشاءالله عزیزان در موضوع برنامه با مشارکت خواهید کرد. از هر گونه سوال خارج از موضوع بنده را به پاسخ دادن به اون سوال معذور بدارید و انشاءالله در تلاوت صفحه‌ای که گذشت با شما عزیزان مشارکت خواهیم کرد انشاءالله و همراه خواهیم شد و برای تلاوت جاهای دیگر قرآن از سوره های دیگر برای عزیزانی که سن پایین‌تری دارن. اولین بیننده امروز رو میگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. لطف کنید با تلفن صحبت کنید. سلام بر شما. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای سلیمانی بزرگوار. سلام بر شما، خودتون رو معرفی میکنید؟ خالقی هستم استاد سلیمانی. حال شما آقای خالقی خوبید انشالله؟ خوب هستی الحمدلله. ستاره خانم و سپیده خانم خوبن؟ الحمدلله. سلام دارن خدمت شما. سلامت باشید. خودتون آغاز میکنید به تلاوت یا میدید دست دخترانتون؟ من با اجازهتون یکی دو تا آیه به خاطر اینکه بسم الله. امروز خودتون آغاز کنید. بسم الله. بسم الله. همین صفحه رو لطف کنید از ابتدای آیه 70 شروع کنید به تلاوت کردن. چشمتون ببند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيعة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظیم. احسنتم جناب آقای خالقی. احمد جان اگر تصویر داشته باشیم روی
یکی دو کلمه من تکرار میکنم، اگر شما با من تکرار بفرمایید. کلمه ولا تسقی الحرث، چون ما اینجا یا رو دیگه در هنگام وصل کردن یا حذف میشه، قاف میچسبه، بنام ولا تسقي الحرث. ولا تسقي الحرث. احسنتم. و لا شیته، لا شیته، چون اونجا ما یا داریم همزه نداریم. لا شیته فیها. احسنتم. لا شیته، چشم. شیته یا هست چون همزه و عین نداریم. لا شیه، یک شین داریم یک یا. لا شیته فیها. این رو از همین دقت ولا تسقي الحرث، این از اینجا تکرار کنید. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. شيئة، لا شيئة، لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. احسنتم، ما شاء الله. صدق الله العظیم. این گوشی خدمتتون. ستاره سلامت باشید. بفهمید. الو. سلام عمو جان. سلام، من ستاره هستم. خوش اومدی عمو جان. از ادامه تلاوت بابا تلاوت میخواستم سوره مرسلات رو بخونم. سوره مرسلات رو میخونید. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. احسنتم ماشاءالله عمو جان. عمو جان فقط تو یک آیه 5 دقت کن. فالملقیات ذکرا، را پر خونده میشه اینجا، درسته؟ یه بار تکرار میکنی. فالملقیات ذکرا. فالملقیات ذکرا. احسنت، ماشاءالله، بسیار عالی بود، بسیار خوب بود، ماشاءالله. مرسی، تشکر. متشکرم. خدا نگهدارت. تشکر میکنم از آقای خالقی و فرزند گران قدرشون. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. به خوان قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ من از تاجیکستان. از تاجیکستان. کجا رو تلاوت؟ از اینجا درس قرآن خوندم. بله. هم به یک قرآن خوندم گفتم سوره عمه خطابی فهمیدم. به از کدام سوره رو تلاوت میکنید؟ سوره عمه. سوره نبأ. سوره نبأ. بسم الله. از ابتدای سوره تلاوت میکنه. احمد جان 582. بسم الله شروع کنید. او خونم بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. بله، ادامه بدید. احمد جان تماسشون قطع شد فکر کنم. متاسفانه تماسشون قطع شد. اگر ایشون دوباره تماس گرفتن در راویت قرار بدید که تماسشون رو بس کنید.
بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ بلال هستم از آلمان. آقا بلال از آلمان، خوش آمدید بلال جان. اگر موافق باشید از سوره مبارکه بقره ادامه بدید تلاوتتون رو از آیه 72. درسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. احسنتم، ماشاءالله بلال جان، ماشاءالله. صدق الله العظیم. بسیار عالی بود، ماشاءالله. احسنتم، بسیار خوب بود. امر دیگری هم دارید؟ نه خیلی تشکر از برنامه‌تان. شکر هستم از شما، لطف کردید. موفق باشید. الله یار نگهدار شما باشه. بیننده بعدی. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم، بفرمایید. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ بچه محمد جان میخوام دو جمعه دیگه خیلی حاضری که بودن. اگر خودتون تلاوت بکنید چی خواهرم؟ خیلی خودم میخوام. مثلا وقت کسیم بخوره بعدن خودم. باش، بعد از فرزندتون ان شاءالله خودتون همین سفر آمادگی داشته باشید از آیه 75 و بعد تلاوت کنید. محمد جان رو میشنویم. من الحمدلله میخوام. باشه، مشکلی نیست، هر جور که دوست دارید بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. احسنتم. در دو موضوع دقت کنید خواهرم، فقط روی کلمه الرحمن الرحیم دقت تکرار بکنید با من. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. احسنتم. ولا الضالین. ولا الضالین. ولا الضالین. احسنتم. تلاوت محمد جان رو گوش میکنید، بفرمایید. الرحیم محمد جان. بسم الله. السلام علیکم مولا سید. سلام علیکم محمد جان، خوبی عمو جان؟ خوب هستم الحمدلله. از کدام سوره تلاوت میکنید؟ والتين والزيتون. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. محمد جان از اینجا تکرار بکنید. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. احسنت، ماشاءالله. احسنت، من ماشاءالله. خواهر من میخواید سوره قل هو الله احد بخونه. بسم الله.
بدید گوشه بشه. السلام علیکم مولا شد. علیکم السلام عمو جان. خوبی شما؟ نما یاسمینم. یاسمین جان خوبی عمو جان؟ بسم الله شروع کن قل الله میخوانم. احد میخوانیم. بسم الله عمو جان. بسم الله شروع أعوذ کن. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یاسمین جان یک بار من میخوانم شما تکرار کن باشه؟ اوکی. باشه اوکی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ماشاءالله ماشاءالله احسن خیلی عالی ماشاءالله. تلاوتشون قشنگ بود. من دوست داشتم دوباره صدای زیبایشون رو بشنوم. ماشاءالله یاسمین. ندر معذرت ما میخوانم. کی؟ ندر عزیزت ما میخوانم. شهرسانم. باشه بسم الله. برادر کوچکترشون میخوانن. بسم الله. صدای منو دارید؟ تماسشون قطع شد متاسفانه. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. رو خواننده قرآن کریم بفرمایید. بیننده بعدی. سلام علیکم. رو خواننده قرآن کریم بفرمایید. الو سلام علیکم استاد سلیمانی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید برادرم؟ عبدالکریم هستم از ترکیه زنگ میزنم. عبدالکریم جان از ترکیه. سلام بر شما و بر تمام مهاجرین خارج از وطن. کدوم آیه رو تلاوت میکنید برادرم؟ سوره بقره. ادامه همین آیات رو اگر از آیه 74 شما تلاوت بکنید ممنون میشم. یا 75 بخونید. دعای آخر بخونید. افتطمعون از آیه 75 به بعد. بسم الله. تصویر نیومد. من قرآن پیشم نه. شما اعوذ بالله رو تا بگید تصویر به شما میرسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليهاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. احسن. آیه بالایش هم عبدالکریم جان آیه 75 هم تلاوت کنید. آیه 75 افتطمعون یؤمنوا لکم. چشم ببخشید من کول کردم. آروم مشکل نیست. بسم الله. آیه 75 هم بخونید. چشمتون میبند. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أخلوه وهم يعلمون. عبدالکریم جان روی دو کلمه دقت کنید. روی دو کلمه تصویر رو اگر انشاءالله که رو تصویر دقت کنید ببینید خط دوم همین آیه یسمعون کلام الله، اونجا لام فتحه داره بعدش یک الف کوچک آمده که به خاطر همین تبدیل میشه به آ، میشه کلام الله. کلام نوشته شده اما اون الف بعد از لام اون رو کلام میکنه. یسمعون کلام الله. یسمعون کلام الله. بله ادامه بدید. ثم يحرفونه من بعد ما أخلوه وهم يعلمون. من بعد ما عقلوه. یک کمی لامو بکشید.
چون بعدش لام ضمه داره، یک واو هم بعدش اومده صدای او میگیره. عقلوه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. احسنت، ماشاءالله ماشاءالله. متشکرم از تماس شما دکتر. امر دیگری هم دارید خیلی برادر؟ ممنون، تشکر میکنم از برنامه خوبتون. لطف میکنید. خواستم سلام منو برسونید به استاد انصاری و تمام دستندکاران خوبتون، کارگردان خوب احمد آقای عزیزم. احمد جانم به شما سلام میرسونه، بزرگواری شما رو به همه برادران و دوستان برای ما هم دعا کنید ان متشکرم. محتاجم دعای خیرت. روزتون بخیر. موفق باشید. متشکرم از تماس شما. بیننده بعدی سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید برادر؟ علی محمد هستم از تاجیکستان. علی محمد جان از تاجیکستان. اگر از ابتدای همین صفحه 11 شروع بکنید به تلاوت ممنون میشه. باشه چشم. چشمتون بیبر. بسم الله. احمد جان تصویر رو بدید که احیانا اگر تصویر رو اگر مصحف دارید شروع بکنید، اگر ندارید اعوذ بالله رو تا بگید تصویر به شما میرسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا أنا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. احسنتم. علی محمد جان اگر دقت بکنید دوباره به تصویر در ابتدای آیه 70 قالد لام میچسبه به دال، ضمه لام میچسبه به دال. قالد اولنا قالد تکرار بکنید با من. قالد اولنا. احسنتم. در ابتدای آیه بعد هم آیه 71 قال، شما قالو تلاوت کردید. قال انه. بله قال انها. احسنتم. قال درسته، بقیش درست بود. و در پایان آیه 71 هم یک خط مونده با آخر. قالل الان. قالل لام میچسبه لام قالو، دقت کنید. قالل لام میچسبه به لام. قالل الان. قالل الان. جئت بالحق. احسنت. جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. احسنتم. ماشاءالله. متشکرم از تماس شما علی محمد. متشکرم. علیکم السلام. امر دیگری هم دارید؟ خواستم سوره اقرا اگر سوره اقرا اقرا. اقرا. بسم الله بفرمایید. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى.
كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع النادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ممنونم. علی محمد جان، قبل از اینکه من به تلاوت شما بپردازم، احمد جان اگر تصویر آماده داشته باشه رو تصویر من صحبت بکنم. بینندگان عزیز، تلاوت این سوره چون آیه آخرش آیه سجده هست، ان شاء الله سجده خواهیم کرد بعد از من که بعد از برنامه شما قبل از فقط علی محمد جان فقط یک موضوع رو دقت بکنید، در یکی دو تا کلمه رو که در این سوره الان تصویر هم هست پیش شما که روی کلمه تلفظ کلمه انسان روی نون حرکت نکنه، انسان. اگر میخواد از طریق تلویزیون بشنوید که خرجتون زیاد نشه، من با شما خداحافظی میکنم. از طریق تلویزیون فقط گوش بکنید که نکاتی که هست. روی این آیه دقت بکنید که کلمه انسان، خلق الانسان، نون اینجا اخفا میشه، از بینی ادا میشه و ان شما حرکت نون رو کمی کسره پیدا میکرد. مال شما خلق الانسان شما تلفظ میفرمایید خلق الانسان من علق. بعد در همین آیات وقتی که جلوتر میریم باز تو همین اقرا بسم، در ابتدا خط اول شما بسم به میچسبه به سین، اقرا بسم ربک، به اسم ربک نمیشه، اقرا بسم ربک. علاوه بر این که در آیات حدوداً آیه 6 آیه 7 شما این دو تا سه تا تعبیر رو الرآه استغنى، الرآه استغنى. در آیه 8 ربک رجع، کاف میچسبه به را، ربک رجع. یا در آیه 10 هم دقت کنید عبدا اذا صلى، صلى صلى. و همچنین کلمه بالتقوى، به میچسبه به تای دو نقطه، او امر بالتقوى. این آیات رو دقت بکنید. همچنین در آیه جلوتر باز بالناصیه، بالناصیه. اینها رو دقت بکنید ان شاءالله که بهتر و بهتر خواهد شد. من خواهش من از عزیزان است که هم در همین صفحه‌ای که بودیم فعلا باشیم، چون من اینها رو توضیح دادم و از تلاوت صفحات دیگر فعلا خودداری کنید. عزیزانی که دوستان تلاوت بکنن همون صفحه رو که قواعدش رو کامل توضیح دادیم، همون صفحه ان شاءالله صفحه 11 هم رو عزیزان سعی کنید تلاوت کنید، که چون جاهایی که با صحبت نکردیم و توضیح ندادیم باز وقت بیشتر میگیره که یکی بعد توضیح بدیم که چرا اینطور خونده نمیشه، چرا اینطور خونده میشه. از همین صفحه 11 من خواهش مندی است که خارج نشه. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، رو خواننده قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما. خودتون رو معرفی میکنید؟ من آمنه هستم. دوستان کنترل صدا رو مقدار تقویت بکنید، من صدا رو خوب ندارم. یک بار دیگه خودتون رو معرفی کنید خواهرم. من آمنه هستم از بندر گرگان. آمنه خانم، اگر از ابتدای صفحه 11 هم تلاوت بکنید یا از دعای بعدش از آیه 72 به بعد تلاوت کنید. من میخوام سوره ناس رو بخونم. سوره ناس رو تلاوت میکنید. چشم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه تماسشون قطع شد. اگر دوستان کنترلشون تماس گرفتن، تماسایی رو که قطع میشه در اولویت قرار بدید که اگر دوباره تماس گرفتن حتما بستشون کنید. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، به خانه قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید خواهر؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من محمد از تاجیکستان. من میخوام سوره والعادیات را خوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسرن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أحسنتم. صدق
الله العظیم. محمد جان من از احمد جان از اول سوره بیار تصویرش رو. محمد جان من تکرار میکنم شما با من تکرار کنید باشه؟ من میخوانم شما با من بخوانید باشه؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا. متوجه شدید محمد جان؟ والعادیات ضبحا نگید ضبحا. خب اگر پشت سر هم میخوانید والعادیات ضبحا فالموریات قدحا اینطور میشه، اما در هنگام آیه خواندن بگین فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اینطور آیه الف آخرش باشه. خوب است؟ بله. بعدی من عطایا میخونم. بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. من آمینه از تاجیکستان. استاد من میخواهم سوره غافر را بخوانم. بسم الله. سوره غافر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح وأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. صدق الله العظیم. خانم دقت کنید روی چند کلمه دقت بفرمایید. الا الذين كفروا وقتی که وقف میکنین الا الذين كفر نشه، الا الذين كفروا. باز هم وكذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب. دقت تکرار کنید با من. كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم. تکرار کنید. استاد یک سوال دارم من. بله. بیبی من 57 ساله است و قرآن را به تجوید نخواند. ما میگویم که قرآن را به تجوید نخوان و درست است که بخواند. مشکلی نیست، چرا نخوانند؟ تجوید بلد هستن یا نه؟ ها میخواند و به تجوید نخواند. خب بدون تجوید میخوانن، در ابتدا کم کم یاد بگیرن، سعی بکنن که تجوید هم یاد بگیرن. اما خب تا انسان تجوید یاد بگیره به هر حال نیاز به خواندن داره دیگه. باید با تمرین و خواندن تجوید یاد گرفت. بدون خواندن که نمیشه تجوید یاد گرفت. ولی اون که انسان خواندن تجوید هم بلد نباشه باید کم کم شروع بکنه به خواندن، تمرین بکنه تا تجوید یاد بگیره. روی یکی دو کلمه. بله. استاد در حق ما هم دعا کنید. ان شاء الله. یک کلمه هم دقت کنید خواهرم که فاخذتهم. شما چطور خواندید آیه را؟ فاخذتهم فكيف كان عقاب. دقت کنید که ان شاء الله اشتباه نشه. متشکرم از تماس شما. استاد در حق ما و بیبیام دعا کنید. الله تعالی شما رو توفیق خدمت بیشتر به قرآن بده و با قرآن کریم محشور بکنه و همین بینندگان و ما مسلمین. من همه خواند. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کفوا، یک بار تکرار کنید. ولم یکن له کفوا احد. ولم يكن له کفوا أحد. کفوا احد. كفوا أحد. کفوا احد. ماشاءالله. كفوا أحد. نامتان چیست؟ بسم الله. نفر آخر از خانواده شما انشالله. السلام علیکم. من نصرت الله از تاجیکستان. ماشاءالله عبدالله جان. کدام سوره رو میخوانید؟ من میخوام سوره حمد رو خونم. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله. متشکرم از تماس شما. ممنونم از تماس شما. تشکر میکنم. بیننده بعدی. سلام علیکم. رو خوانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ استاد سلیمان خوب هستین؟ متشکرم. خودتون رو معرفی میکنید؟ شکرالله هستم از ایران تماس میگیرم. آقا شکرالله از ایران. شکرالله جان از کجا تلاوت میکنید؟ از کدوم آیه تلاوت کنم؟ از آیه 73 تلاوت کنید. فقل نضربوه ببعضها. 73. بله. فقل نضربوه ببعضها. باش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ماشاءالله. شکر جان دقت کنید که من دو همین آیه 73 فقل نضربوه تکرار کنید با من. فقل نضربوه ببعضها. فقل نضربوه. فقل نضربوه. فقل نضربوه ببعضها. فقل نضربوه ببعضها. ببعضها. بله. در آیه بعدی هم و ان من الحجارة لما نیست، تشدید نداره میم. و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. تکرار کنید. وإن منها لما يشقق. نه، از آیه بالاتر. و ان من الحجارة. وإن من الحجارة لما يشقق. لما هم بالا داره، لما هم پایین داره. هر دوتا دقت کنید که لما نیست. و ان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
و این منها لما یهبط. هر ستا تعبیر لما هست، لما نیست. اینو دقت کنید ان شاء الله. متشکرم از تماس شما. من کار میرم یا سرکار میرم، این برنامه اولتون رسیدگی نمیتونم، به خاطر همین بیشتر تکرار میکنم الان. متشکرم. ان شاء الله که تکرار برنامه رو ببینید. سعی کنید تکرار برنامه در 3 روز در هفته تکرار داره و روز یک شنبه شب ساعت 10 شب به وقت مکه، 11 تهران و کابل. ان شاء الله بعد از برنامه هم که تمام بشه بلا فاصله تکرار برنامه رو 2 ساعتش رو میتونید ببینید که ان شاء الله از ابتدای برنامه ببینید که قشنگ قواعد پیش شما جا بیفته. متشکرم از تماس شما. ممنونم از برنامه زیبای شما. متشکرم از تماس شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. متشکرم از تماس شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو سلام. سلام علیکم. ببخشید اسم من دیانا مکان از سنندج دارم صحبت میکنم. همونجا یک بار دیگه اسمتون رو میگید؟ دیانا مکان از سنندج. اسمتون مشکل بود، من متوجه نشدم. کدوم سوره رو میخونی همونجا؟ من از سنندج میخوام صحبت کنم، از سوره آل عمران میخوام بخونم. از کجای آل عمران؟ از اول آل عمران. بسم الله. احمد جان صفحه 50 رو بیار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا بله ادامه بدید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا بله من یک بخش رو تکرار میکنم از آیه 103. شما انشالله با من این رو تکرار کنید. باشه؟ واذکروا نعمت الله علیکم واذکروا نعمت الله علیکم. ببخشید کدوم آیه بود؟ از آیه 103 اول آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ادامهش رو بخونید. ادامهش رو بخونید. تصویر دارید؟ بله. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم احسنتم. این خوب بود. آیه بعدی هم ابتدایش رو با هم میخونیم. آیه 104 ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر. احسنتم. ماشاءالله. خیلی عالی بود. ماشاءالله. خیلی خوب بود. امر دیگری هم دارید عمو جان؟ خدا نگهدار. متشکرم. ماشاءالله. خیلی عالی بود. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. احمد جان فرصت داریم هم میتونیم تماس بگیریم یا نه؟ یک بیننده دیگه رو هم بحث میکنید. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما بفرمایید. بیننده گرامی لطف کنید صدای ما را از تلفن بشنوید. سلام بر شما بفرمایید. شبکه به سال حق بفرمایید. خودتون رو معرفی میکنید؟ گلبچه هستم از گلستان. یه بار دیگه. گلبچه هستم از گلستان. گلبچه از گلستان.
خوش آمدید برادرم. اگر شما از سوره مبارکه بقره ادامه تلاوت رو که باقی مونده از آیه 75 به بعد تلاوت بکنید ممنون میشم. افتطمعون دخترم صحبت میخواد قرآن بخونه، من نمیخوام. بسم الله. الو سلام عمو جان. خوبی؟ ممنونم، شما خوبید انشالله؟ آمین. ماشاءالله عمو جان. اسمتون چیه عمو جان؟ مهتاب. مهتاب خانم. ماشاءالله. مهسا. ممنونم عمو جان. متشکرم از تماست. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. متشکرم ازشون و حسن ختام برنامه ما تلاوت زیبایشون بود. صدای کودکانه ای که سوره حمد رو میخونه. تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا